نیمو هستم و خوش اومدید به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون. در این ویدیو قراره که کاریکاتور شدن خزوخیلای اینستاگرام رو با هم ببینیم. حالا شاید یه سریاتون اینجور ویدیوها رو دیده باشید، شاید هم ندیده باشید. من خودم به شخصه خیلی خوشم میاد. یکی دو تا پیج بودن که این محتوا رو حالا میذاشتن و من ویدیو رو از اونجا برداشتم. یک سری ویدیوها آیدی اینستاگرامشون هست رو خود ویدیو، یک سریاشون نیست. که حالا آیدی اینستاگرام دو تا پیجا رو داخل دیسکریپشن میذارم، پس بدون هیچ گونه معطلی برو تو بریم سراغ ویدیو. لیتس کاکو گو. شما براتون مهمه که پارتنرتون بالا شهری پایین شهری بودنش؟ بله، پایین شهر اصلا کنسله، به خاطر اینکه تو اون محیط بزرگ شده و رفتاراش اصلا خلق و خوی اونا رو گرفت. جسارت نمی‌کنم شما کسی که بچه فلاح ها نمیدونم ناکجا آباده، ولی همه دنبال دعوا عشق داداش با کفتراش. چقدر زخیمه. اونایی که پایین شهر زندگی میکنن خب هیچ وقت نمیتونن عوض بشن. وای حاجی چه چرت و پرتی داره میگه. اصلا کی گفته کسی نمیتونه عوض بشه؟ گو اضافه میخوری مرد حسابی. تو زن حسابی هم نباید بهت بگم، باید بگن مرد حسابی. چتی؟ کجا میخوایم بریم؟ کجا میخوایم بریم؟ پناه بر خدا، پناه بر خدا. اینگو جوجه تیغی. سواشو ببین. خب بگو کجا؟ ببین چرا قیافت ایجور بود. یواش یواش یواش. اوش پیک 20 ندارم دیفیکالته دفعه دپ دوست دارم پس بیلی آیلش سنگ که نیسا جیلی دکاینه حاجی این پسر رو نمیدونم چرا قد معروف شده واقعا. اصلا با هم کلیپش هم عجله بزنه. دایا ساعت 4 کاشی ساعت دیواری هستی رو دست دادی. کیه مرد حسابی؟ اسکل این چیه؟ هموزن خودشه، باور کن ساعت رو. تنزا ولی خیلی تلخ. تنزا شما رفیقمون نگاه کنه. خیلی تلخ. رفیقت این گاو گرفته خوابیده. گم چه سوایی که اسخامو به اون گفتن شب. حاجی لبش هم پورتوسه ها. نگاه چه لبی داره. انگو شطور. ولی به یکی دیگه گفتن خوابمون نمیبره. والله خیلی بده. اون که رفته. من یه پسر تهرانیم. آفکورس که دختر شهرستانی کنسله. من یه پسر تهرانیم. آفکورس که باید آخر هفته پارتی کنم. من یه پسر تهرانیم. آفکورس که تو فقط مال منی من مال همه. حاجی خدا شاهد سر تا پاش 1000 تومن نمیارزه. 1000 تومن. بعد میگم آفکورس من یه پسر تهرانیم. آفکورس من فلان. بیشترین سوالی که از من میشه اینه که تو چرا اینقدر خوشگلی؟ ابروهاش تهران کرجه. واقعا نمیدونم. خب من اینجوری به دنیا اومدم. خوشگل وحشی هستم که وصف ناپذیرم. خوشگل وحشی؟ آجی اصلا کی گفته تو خوشگلی؟ تو زشت وحشی هستی. گیرم به دوست دخترتم گفتی ما رو آنفالو کنه. شبایی که میاد پیشمون خواهد چیکار کنی؟ حاجی یه ویدیو دیگه هم داشت رفته بود پرایدو بلند کرده بود گفته بود فلانه اگه میتونی چه میدونم فرار کنه. ای چرت و پرتا. اصلا چه لباسیه تو پوشیدی؟ چه لباسیه واقعا؟ همه چیش دایرکت من پر شده از دخترایی که هی دایرکت میدن میشه بیشتر آشناشیم. نه آخه من نمیدونم، من یه دل دارم چند تا دلبر میشه مگه؟ حاجی اونایی که تتو دارن و کاریکاتورشون دقت میکنید به تتوها موقعی که کاریکاتور میشن خیلی خوبه. یعنی اصلا من میبینم حال میکنم. خیلی دوست دارم اینا رو. نمیدونم اینا رو نه کاریکاتورشون. تهران دو تا جذاب داشته باشه، یکی خودم یکی خودتی. یعنی خدا شاهد درخت کاج اعتماد به نفس ناردوش زرشک میداد. نمیدونم چی جورین اینا جریانشون، واقعا نمیدونم چه. من همین الان که نشستم جلو دوربین دارم چرت و پرت میگم خجالت دارم میکشم دیگه. چه برسه بگم جذابایی مثلا شیراز فلان. ما شیراز فقط یه دونه خوب داشته باشه اونم منم.
دوست دختر من نازه توی دخترم ممتاز. حاجی همون پسر نبود که با یه ویدیو وایرال شده بود ازش با یه صندلی مشکل داشت، صندلی رو میگرفت کتک میزد، فکر کنم خودشه. عاشقش شدم تازه دوست دختر من آزه. من مردم. شاید این جمله خیلی رو است. به قرآن میره که تو مرد بشی. حاضرم سر زندگیم شرط ببندم. بهتون بود. شاید هم مثلا خوشتون نیومده باشه. ولی فکر کردم شاید جنبه شوخی داشته باشین شما. و دیدم که نداشتین. شبیه بازگشت شد، اسمش یادم نمیاد. بگو نگو چوس بگو. بیا برو این دوتا دوباره اومدن. حاجی این دختر من نمیدونم چرا اینجوریه، یعنی واقعا با دهن بسته حرف میزنه، اصلا نگاه لبش تکون نمیخوره. بگو نگو چوس بگو. بابا برو گم شدی که. بیا برو این ور، گوش تا اینجا داری میاد، داری با احساسات من بازی میکنی. میفهمی چی داری میگی؟ بوی آب، بوی شاید باورتون نشه ولی بوش تا اینجا هم اومد. اگه من با عصبانیت بیام سمتت 3 تا گزینه داری، چیکار میکنی؟ قطعا میکشم پایین، فقط بدو. میکشم پایین میذارم دنبالت. 7 نفره که 98 نفرشون باهات داستان داشتن نمیشه پیوی. چه خونه تیمی. پیج تو فقط اینجوری. سید علی تو قبل از لادن ازدواج رو تجربه کردی؟ سیغه‌ای بوده. حالا ما میگیم زنت بوده دیگه. زن اولت بیشتر دوست داری یا لادن؟ عشق اول بوده دیگه. حاجی داداشمون خوش اشتها هم بوده، یه 3-4 تایی داشته تو به اینجا رسیده. خانوم همو دوست دارم و سلام. نکن دیگه. احساساتی شو. لادن نرو. لادن. حاجی تو چرا بهش میگی لادن؟ یه هم داره بهش میگه لادن. حاجی زن اوه. خانوم همو دوست دارم و سلام. نگاه کن دوباره. نگاه کنید. نکن دیگه. نگاه اینم بهش میگه لادن. لادن شوخی یک مثلا پسر خالش. داکش دوست. چیکار میکنی؟ ارث پاندا باشه. عشق در نگاه اول، اون هم توی همچین شرایطی، همه چی از یک سیب زمینی شروع شد بچه ها. عروسی کردن آجی. میگه نگاه کن چی میگه. فرید سمساز. خوبه بابا اینا رو قورت بده بعد حرف بزن. خوبه. نه خیلی رفتیم عقبی، کم دیگه بریم جلو. خوبه. عجیبه. شهر عجیبیه. به تو پا نمیده. چرا؟ تو قرار به من پا بده. فرید نکن، عجب بی‌معرفتی هست. حاجی بدبخت هرچی سس سالاد بود توف کرد تو صورت نفر جلویش. قورت بده اینا رو با دهن پر.
همینجوری هم بریم مخ بزنیم. زدی مخ ها؟ شک داری؟ قبول. اول من آمارشو بهت دادم، همه رفیق دارم، ما هم رفیق داریم. تو تکخوری هستی. حالا چرا فشاری میشی؟ هیچی نگو، شاکی هم هست. کیه؟ شماره منه. رفیقت خیلی دوست داره. خیلی تعریفتو کرد. من آیدا. رفته برای رفیقش مخ زده بچه. من فکر کنم مهسیار بشه. چیکار کردی تو؟ من نمیدونم کی بهتون گفته، از کی یاد گرفتید. خدا همه چیزو به یه نفر نمیده. داداش خدمت شما که عرض بکنم، خدا هیچی که به تو نداده هیچ و عقلم ازت گرفته. اینشو نمیدونم ولی اینو میدونم، پس هنوز با من آشنا نشدی. آجی تو چه گویی هستی تو با تو آشنا بشی؟ مردم همش ازم میپرسن تو چجوری 38 سالت انقدر جوون موندی؟ تو چجوری 38 سالت انقدر ماست شله؟ اما تو باید الان 2 بچه داشته باشی. این چه وضعشه؟ خب جوابش خیلی ساده است، چون تو پول دارم. من بعضی وقتا نمیدونم این اینستاگرام چه خبره. ما مدش میکنی؟ حاجی یعنی الان عینک برعکس مده؟ یعنی من الان میخوام بدونم عینک برعکس مده؟ پوفیوز ما بودیش میکنیم. ببینیم یه بار دیگه. ما مدش میکنی؟ صورتش انگار زینه رو چرخه. آی هر سال ما بیان بریم گمشیم. تو ای بدبخت اون چیز نگفته. سلام میشه 16 دومتری 56 هم بشه. میخوای بفروشی باتریش 97 رجیستر هم که نداره، کابلش هم که فیکه، رنگ مشکی مثلا سگ می‌خرید از هیچ رفتم باهاش هست. اون ویروس حاجی دقت کردین موبایلم عین طلا هست؟ یعنی شما یه طلایی رو از یه طلا فروش بخری همون موقع نگاه، یعنی تا کارتو کشیدی بخوای بفروشی به خودت ضرر میکنی. گوشی هم همین جوریه، خیلی عجیب واقعا. یه انگی سرش میزنن که پشمات میریزه. 90 تومن از خودت خریدم اینا فاکتور. اینا داره میگه 90 تومن از خودت. خانم یه لحظه. بابا نکن. خواهی دعوتم کنی با هم بریم بیرون؟ آره میخوای دعوتم کنی با هم بریم بیرون؟ آیا هم دعوتت کنم. من جونیورم. منم النا. خب بچه ها اینم از این ویدیو. لایک و کامنت سابسکرایب هم که دیگه دست خودتونه. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک کنید، اگرم نیومد دیسلایک کنید و کامنت بذارید. ویدیو رو به دوستانتون معرفی کنید، منم به دوستانتون معرفی کنید. ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید، منم برای دوستانتون شیر کنید. هیچی دیگه. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.